قدرت ناخودآگاه، ذهن پنهان شما. ناخودآگاه شما بخش پنهانی از ذهنتان است که فراتر از منطق کار می‌کند و تمام تجربیات، عادت‌ها و باورهای شما را ذخیره می‌کند. این بخش قدرتمند بر تصمیمات و واکنش‌های روزمره شما تأثیر می‌گذارد و حتی می‌تواند بر سلامتی‌تان هم اثر بگذارد. ناخودآگاه شما تفاوت بین واقعیت و تخیل را نمی‌فهمد. اگر بارها به خودتان بگویید من نمیتوانم، ناخودآگاه این را میپذیرد و شرایط را برای عدم موفقیت شما فراهم میکند. اینجاست که قدرت باورهای محدود کننده مشخص می شود. چطور ناخودآگاه را به نفع خود برنامه ریزی کنید؟ می توانید با استفاده از تکنیک های زیر ناخودآگاه خود را برای رسیدن به اهدافتان تنظیم کنید. 1. تلقین مثبت. Affirmations. جملات تأکیدی مثبت را مرتباً تکرار کنید. مثلا من توانمندم. بهترین زمان صبح زود و قبل از خواب است. 2. تجسم. Visualization. اهداف و موقعیت‌های دلخواهتان را با تمام جزئیات در ذهنتان تصور کنید. هر چه زنده تر باشد، تأثیر بیشتری دارد. 3. عادت سازی. با تکرار مداوم، عادت‌های خوب را در خود نهادینه کنید تا ناخودآگاه به آنها عادت کند. 4. پاکسازی باورهای محدود کننده. باورهای منفی و بازدارنده خود را شناسایی کنید و آگاهانه آنها را با باورهای مثبت و توانمندساز جایگزین کنید. 5. مدیتیشن و ذهن آگاهی. این تمرینات به شما کمک می‌کنند تا آرامش پیدا کرده و به لایه‌های عمیق‌تر ذهن خود دسترسی پیدا کنید که برنامه‌ریزی مجدد ناخودآگاه را آسان‌تر می‌کند. با درک و استفاده از قدرت ناخودآگاهتان می‌توانید مسیر زندگی خود را تغییر دهید و به پتانسیل واقعیتان دست یابید.